رفتی دانشگاه میخوای چه کاره بشی؟ داماد. لحظه وایسا. چه کاره؟ داماد. آقا چیه میخندین؟ همه تا داماد عروس تفلیک ده یه دست افتقاد دامادمون بزنید. خب این چه قشنگه. اسم چیه؟ یسنا. یسنا. تو کلاس چندمی؟ من 4م. تو هم میخوای درس بخونی؟ بله. بری دانشگاه؟ بله. تو میخوای چه کاره بشی؟ من میخوام عروس بشم. حالا برو عروس و داماد. چی؟ حالا اشکال نکنه کنار هم باش. عاقد نداری اینجا؟ عاقد نداری؟ عروس چه عروس خوشحالی. مامانش گفت مامان این بچه یه لحظه مامان عروس خانم. مامان عروس خانم دستشو بیاره بالا. مامان آقا دوماد. مامان دوماد شو این عروس ها انتخاب کردی؟ مامان عروس خانم موافقه؟ مامان عروس خانم کجاست؟ وایسی کارشو دارم تا به این بیا اینجا. چقدر پروه. چقدر وقتا کنار هم بایستادن. این از هانا داره میزنه. نزن. خب وایلا معلوم شر ده اینه. شر ده چشاش داره میگه شر. باشا اسم چیه؟ مجتبی حسن‌پور. بر دستگانی ها تشویق کنن. خب اکرار چندمی؟ 4م. تو هم میخوای درس بکنی؟ بله. میخوای بری دانشگاه؟ بله. چه کاره بشی؟ دکتر زایمان. دکتر میخوای بشی؟ بله. حالا که میخوای دکتر بشی خب همه رو نگاه کن. یه دکتر بعدی هم گفت دوست داری اولین مریضت کی باشه؟ خیلی بیشوره. بزن من مردم. میگه اگه خدا بخواد به شما میده. نگفتن شر ده اینه. یه دست افتخاری بزنید. عروس خانم دست. عروس خانم دست بلند کن. الان تو اینو میخوای؟ یه لحظه وایسا. تو عروس خانم رو میخوای؟ بله. وایسا. نمیخوام. نه همون حرف اوله. اگه من مامون بشیم باید ازدواج کنی. وایسا قشنگ شد. یه میکروفون بده. وایسا این قشنگ شد. وایسا دعوای زن و شوهر. خب صداش بازه. چه عروس شری هم هست. خب الان حاضری بگو خواستی داریش؟ بله. چرا اینقدر؟ من نمیخوام. نزن من نمیخوامت. الان نگه برای چی نمیخوایش؟ خب نمیخوامش. برای چی؟ خب من نمیخوامش. خب خب من نمیخوامش. دلیلش اینه که من نمیخوامش. زشته. چی؟ زشته. آره. شوهر من شوهر وایسا. چی شد اینجا؟ الان نمیخواهش باز این دیگه به شوهر من توهین نکن. الان این شوهرت هست یا نه؟ نه. پس بچه اینو میخواستی بزنی؟ خب کار زشتی کرد بی احترامی. به کی بی احترامی کرد؟ به نام زدم. نه خیر. پس به کی؟ به پسر خالم. اینا پسر خالن دختر خالن؟ بله. پس مجبوری ازدواج کنی. مجبور نیستم. مجبوری. مجبور نیستم. ازش خواستگاری کن الان. عزیزم بیا بریم خواستگاری. چندش؟ یه دست به ازدواجشون بزنید. آقای محمد نژاد تشریف بیارین جایزه این بچه ها رو بدین. ولی به این جایزه ندید. یار مبارک باد گل بریزی. آره یار
عروس دومان مبارک باد الهی همه جوونا خوشبخت. مامان دومان داره خودکشی میکنه. خب اول تو بیا برو پایین. بودو بیا دکتر زایمان میخواد برای من بشه، منم مریضش باشم. خب این آهنگ یار مبارک رو بزن یا آهنگ شاد داره مجلس عروسی، این دوتا بزن. عروس خانم بله رو بگو تا بگی. بگو بله. پشیمون میکنی؟ نه خیر. پشیمون میکنی؟ نه خیر. به خدا یه دونه دیگه شوهر تر انبار هست کول کچله، همینو بگی. نه خیر. این مثل دخترای دیگه کرده. دخترها وقتی میرن خواستگاریشون بابا ازشون سوال میکنه دختر جان میخوای خواستگار برات اومدی؟ اینم همون کاری میکنه. میخوای درس بخونی یا ازدواج کنی؟ میگه بابا هرچه که درس بخونم هیچ حالیم نمیشه، خود تا بهتر داره. حالا این دست به افتخار اینا بزنید. بریم عروس دوام نور و نبات رو سرش غوغا میکنه، عروس با اون تور سفید وقتشو پیدا میکنه، صورتشون برگ گله ناز به این دنیا میکنه. گل بریزین رو عروس و دومان یار مبارک باد، گل بریزین رو عروس و دومان صدای لحظه نمیاد. یار مبارک باد. یارم مبارک دونش. خب آقای خلوت که یه چوبازی انجام